ساورولوی خسرو بفرمایید. السلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. یک سوالی کمتر چقورتر داشتم، بفرمایید. سوال درباره تقدیر و حقوق آدمیزاد برای انتخاب کردن. مقصد سوال همین که میدانیم که ستون ایمان، یکی از ستونی های ایمان این تقدیر می باشد و باور کردن به تقدیر این ایمان دینی ما می باشد. البته ما همون باور میکنیم به این چیز و سوالی من کمتر نافهمایی ما بین دو همین چیز بود که مثلا خداوند همه یکمین و همه آخرین مقصد خداوند نه سر دارد نه آخر. این معنا دارد که خداوند همه چیزهایی که شده بود میشد، همه این چیزهای میداند. مقصد سوال همین که وقتی که خداوند همین چیزهای میدانست، خداوند همه آدم و همه موجودات و همه آفریشتهای خداوند این با خواهش خدا شده است، با قدرت خدا شده است. وقتی که همین قدرت خداوند که شدگی همین چیزها، وقتی که آدم ها اساساً گوییم آدم ها یگانه آدم ها از آفریشات خداوند حقوق انتخاب کردن دارد، دیگه هیچ کس دیگه هیچ یگان موجودات ندارد. همون به وقتی که مثال خداوند آدم را پیش از قلب آدم را ساختن، این حقوق خداوند بود که ما ساخت. این حقوق خداوند، وقتی که همین حقوق خداوند بود، خداوند همین چیزها رو میدونست پیش کی چه زندگی میکند، کی جنت میرد، کی دوزخ میرد، همه این چیزها رو خداوند میدوند. اون چیزی که در دنیا شده ایستاده است، این برای ما میباشد که بعد برای خدا این دکازательство شود که что мы زندگی کردیم حیات به نه خدا این چیز دکار نه. این چیز ما میفهمیم نه که سوالی ما همین که وقتی که خدا این چیزا میدونست، آدم ویبری مثلا حقوقی تولد شدن و ساخته شدن نداشت. ساخته شدن این خداوند حقوقی ما به این دنیا آوردن داشت و ما ساختن داشت. خداوند این حقوق رو داشت. وقتی که آدمیزاد، بعضی آدم‌ها همه بسیاری آدم‌ها دوزخ میرن، این چیز همه این چیزا میدونن که دوزخ میرفت که آدم‌ها هستن. بعضی آدمایی که ممکن تا آخری عمرشون دوزخ میمونن، تا آخر تماما ممکن اخیر ندارد. بعد مقصد سوال همین که وقتی که خداوند میدونست همه خیلی آدما میشن که دوزخ رفته میتونن، نه که و یا حقوق نداشتن همه آدما که به این دنیا تولد شوند. وقتی که همه آدما میدونستن که مثلا که میدونستن که آینده همین دنیا با همه خیلی زندگی میکنن که به دوزخ میافتن و یا ممکن انتخاب نمیکردن تولد شدن یا به این دنیا پیدا شدن، این چیز را خداوند انتخاب کرده. ما حقوقی به این دنیا همه کارهای میکردیم، حقوقی کردن ما داریم، حقوقی انتخاب کردن ما داریم، کاری ناز میکنیم یا کاری بد. نه اساسی ما یگان وقت چارچوبی خداوند نمیبرویم в любом случае. چارچوبی گرانسوی خداوند نمیبرویم. مقصدی سوال همین که چی خیل نباشد ما 100% حقوق انتخاب نداشته بودیم که وقتی که خداوند ما به این دنیا آوردگی، نه که خداوند میدونست کی جنت میرد الکی، کی دوزخ میرد، کی چه جنت میگرد، کی دوزخ و چه در میگرد، یا کی تو آخره یا کی کدام وقت مدت یگان وقتی همون به بعضی آدمایی که مثلا تماما دوزخ میمونن، همون آدما حقوق خودشون رو نداشتن، برای این دنیا اومدن. خداوند حقوق انتخاب کرد و با قدرت خودش همون آدمای ساخت. همین چیز با یکدیگرشون چخیل حقوق آدمیزاد که خواستی خداوند چخیل با یکدیگرشون مقصد همکاری میکنن، با یکدیگرشون مقابلت نکنن. همین کمتر همین نافهمی مابین همین چیزها هست. رحمت خدا. سلامت باشید. در مسئله تقدیر ما یک جمعه داریم، صحبتی 50 دقیقه و عیناً همین سوال و مانند سال گذشته کسی در پخش مستقیم سوال داد، جواب گفته بودیم، ولیکن برای همین گونه سوال ها پیدا نشدن
یا جواب عمیق دانستن یک چند مقدمه های هست که باید هر یک بنده داند. اولش این که خوب دانیم که الله تعالی ظلم نمی کند. این مسئله اول است. خیلی نه که الله تعالی همه روی خطی چند تریلیارد یا بیلیارد آدمی که به دنیا میبیاد از سری پیدایش از حضرت آدم تا روز قیامت همین های همینجا مانده باشد و یک قسمش گرفته به جنت و یک قسمش گرفته به دوزخ پرتاب باشد. یعنی بخت به یعنی بختی هر کس کی توغری آمد به جنت کی توغری آمد به دوزخ این خیلی نه. الله تعالی علمی سابقه دارد. الله تعالی میداند که کی چی کار میکند. این خیلی نه که همین آدم ما گرفت و الله تعالی از جمله دوزخی ها نویس حالی و به دنیا نام حال آسمان و زمین ها پیش از آن که آفریده شوند 50,000 سال پیش الله تعالی تقدیری مخلوقات نوشت. حالی آسمان های و زمین ها نبودن. 50,000 سال پیش الله تعالی قلم آفرید گفت که اکتب بنویس. گفت که چی نویسم؟ گفت که مقادیر الخلق، خلق تقدیرش نویس. پس تقدیری خلق را نوشت تا زمانی که اهل جنت به جنت میدونه، اهل دوزخ به دوزخ میدونه، همش نوشته شد. همون چیز میشود. یکی معنای این خیلی نه که الله تعالی یک آدم دوزخی کرد یک آدم جنتی کرد. نه، همین آدم الله تعالی میدونست که در دنیا نه نصیحت براش تاثیر میکند، آدمی بد از دین حقارت میکند، الله تعالی حقارت میکند، پیغمبر حقارت میکند. میدونست که این آدم همین خیلی کار میکند. حالی مثال من یک دوستم گفتگی هست که ها داملا تا ترمه شدن سر و سیمه می گفتگی بود. من ترمه شدم. یعنی وای غیب میدونست می نه. یک بزرگ مهر یاروف ادوکاتی من بود. روزی به زندان در آمدم و گفتم که بزرگ مهر یاروف هم خیلی گپای گفته ایستاده است. یک آدم که بزرگ مهر یاروف ترمه میشد. بعد یک هفته ترمه شد. غیب میدونست نه. اینا غیب نمیدونه، لیکن اینا فراست و همین عادتی رفتی کار کتی پیشگویی میکنه. تو دو میگیری بچه میگن، تو همین سال از صنفت میغلطی میگد مدرس طلبشه دو میگیرد از صنفش میغلطد. یعنی معلم یا یک آدمی عادی آینده کار پیشگویی میکند به رفتی کار. مثلا یک آدم ببینید اسلوبی تجارتش میگه بچه بانکرات میشی، همین اسلوب که تی رفتی بانکرات میشه. چی شما غیب میدونید؟ نه. این مخلوق اگر همین خیل علم دارد، این آدم یا آدمی ابله بی سواد نیست. وقتی که این گپ گفت یا چی میداند؟ الله تعالی علمی دارد که واقعا وی علم است. در یک شبانه روز در دنیا چقدر برگ درخت به زمین می افتد؟ عمومی عددی برگ ها و از آن هر یک درخت علاهیدگی. غیر از این کدام برگ ها به زمینی تر افتید و کدام برگ ها به زمین خشک افتید. مثلا آب ماندگی به زمین، یا جایی که آب گذشته که بالی آب به بالی لای بغلطید، یک برگ آمد و بلندی بغلطید با جای خشک بغلطید. الله تعالی عددی همین برگ هایی که در یک شبانه روز می افتد از آن هر یک درخت در علاهیدگی و عمومی تمامی دنیا رو میدوند و هر کدام برگ ها در بالای خشکی غلطید و کدامش در بالای تری افتید همیشه میدوند. این چونین دانه هایی که وقتی که به زمین میپاشید از کدام دانه چقدر حاصل، این خیلی علم در کسی دیگر نیست. الله تعالی میدانست که همین آدم ها به جنت میرن، آینده عملای صالح میکنه، آدمای خوب میشه، اینا آدمای بد میشه. همون چیزی که هست همون ننویسید. این یکم مسئله این است که ما باید خوب اعتقاد کنیم که الله تعالی ظلم نمیکنه. الله تعالی حتی به کافر، حتی ما رو هم نهی کرد. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. بعد دیدنتان یک طایفه، یک گروه، یک مذهب، یک دین، یک نوع ملت، یکون گروه آدم اگر بد بینید، بعد دیدن شما به ظلم کردنتان برده نرساند. معلم یا طلبه بد میبینه برای اونکه طلبه مذهبش دیگر است مثلا، یا اینکه ملتش دیگر است، بد میبیند. عصبی بد دیدن بهاش 5 است و 3 میموند. الله تعالی مد که ولا یجرمنکم
یا پدرش کتی وقتشند جنگ کرگی پدری همی طلبه کتی به خاطر همین ظلم کردن میخواد لیکن طلبه بهای 5 به جواب داد 3 میمونه. الله تعالی میگه که ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. بعد دیدن شما به یک طایفه از مردم به ظلم کردنتان برده نرسان، اعدلوا، عدالت کنیدون، هو اقرب للتقوا، این نزدیکتر است به تقوا. در ریاض در عربستان سعودی و مفتی یک آدم سوال میدهد، من میگم مدرس هستم در دانشگاه، یک طلبه شیعه هست. میدونید اون که اکثریت 90% 99% عربستان سعودی سنی مذهب است، لیکن شیعه های هم دارد، شیعه های عرب دارد. طلبه شیعه هست، بهای عالی میگیرد. من قصداً به همون بهای پس میمونم تا اینکه بهای پس گیرد ماجستر نمیشه، دانشگاه تمام میکند و حقوقی به ماجستراتور سپردن ندارد. اگر رفت و به بهای 5 بونید ماجستر شود، بعد ماجستر دکتر شود، وقتی که یک کارخانه آمد، البته از آنهایی که در این کارخانه هستند و فقط دیپلمشون شهادتی بکالور است، نه ماجستر و نه دکتری، از اینها مرتبه وظیفه‌ش هم بلند میشد، آیلیکش هم بلند میشد، شیعه بلی سنی ها و کلام میشد. همین چیزای نظر بگرفته من بهاش پس میمونم از مدرس. ابن باز به همین سوال میتیم، بعد هم تو سوال خوانده شود میگم که اعوذ بالله، یعنی من از این کار به الله تعالی پناه میطلبم. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. آیت تلاوت میکنه. یک ملت، یک قوم اگر بعد بینید بعد دیدنتون برده نرساند به ظلم کردنتون، ظلم نکنید، عدالت کنید. عدالت به تقوا نزدیک است. یک شیعه همین صحبت شنیده سنی میشه. بنابراین ما الله تعالی ما رو هم خودش هم به دشمنش هم ظلم نمیکنه. ما هم حق نداریم یک آدمی بددیدترین بدبختترین آدم تهمت کنیم، کاری نکردگیش کرد گوییم برای آبروش ریزاندن. تهمت برای ما جایز نیست. به دشمن ما باشدم. ظلم هم جایز نیست. از حد و حدود گذرانیده و جزا نمیتیم. اون جزایی که مناسب است ما قدر جزا میتیم. از حد نگذاریتون، الله تعالی از حد گذرانده ها را دوست نمیدارد. ظلم حرام است. یعنی الله تعالی یگان بنده خودش ظلم نمی کند. حتی حیوان های هم، حتی جین های هم، شیطان ها را هم یگان کسه. این مسئله اول. یعنی که بعضی آدم هایی که به تقدیر کافر بودن میگفتن که تو چیکار کردی؟ مرا یعنی دستای و پای هایم را با ارغمچین بستی، بعد به دریا پرتافتی و گفتی که تر نشو. یعنی الله تعالی ما هم خیل کرد. نه، الله تعالی ما آفرید. ما اختیار داریم که روزه داریم، اختیار داریم که نماز خوانیم، اختیار داریم که برای خودمون راه راست انتخاب کنیم، برای همین زندگی دو روزه موقتی انتخاب داریم که فحش و فجور و گناه کنیم و دشمنی به دین الله کنیم. اختیار داریم ایپاتیک گیریم، اختیار نداریم ایپاتیک نگیریم. یعنی ما اختیار، ما مجبوری نیستیم. الله تعالی برای ما عقل داد، فهم داد، دین داد، بعد اختیار در دست ما داد. این یکم مقدمه. ظلم الله تعالی نمیکند. این اعتقاد دارم. اگر این اعتقاد به 100% باور کردید، دویمش لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. الله تعالی از کاری که میکند پرسیده نمیشد. یا الله برای چی این کار کردی گفته نمیشد. و هم یسألون، غیر الله دیگر همه پرسیده میشد. پادشاه ها، سلطان ها، امیر ها، قاضی ها، معلم ها، مفتی ها، اینها همشون روزی قیامت پایلوچ، سرلوچ، ختنه ناکرده، بی لباس در پیشگاه الله تعالی خار و ذلیل ایستاده به هر یک کارشان جواب میدن. فلانی برای چی گرسنه خواب کرد، فلانی برای چی ایپاتیک گیری، فلانی برای چی قمار بازی کرد، برای چی قرضدار از دنیا گذشت، برای چی زندان شد، برای چی بیمار شد. هر یکی این به جوابگری هست. لا یسأل عما یفعلوا و هم یسألون. این دومین مقدمه. الله تعالی از کاری که میکند پرسیده نمیشه. او الله است. او پادشاهی تمام عالمیان است. از نیستی تمام مخلوقات را به هستی آورد. کان الله ولم یکن شیء معه. الله تعالی بود دیگه چیزی نبود. حدیث بخاری و مسلم است. چیزی نبود، یگانه الله تعالی بود.
سپس الله تعالی آب را آفرید، عرش را آفرید، سپس لوح المحفوظ و قلم را آفرید، بعدی 50,000 سالش آسمان های زمین آفرید. وقتی که آسمان و زمین آفرید، به زمین بعضی مخلوقات آفرید مانند دریاها، کوهها، آبها، حیوانها، بعد آدم، به آسمان آفتاب و ماهتاب و ستارگان و دیگر فلک آفرید. بعد شب و روز پیدا شد، بعد وقت پیدا شد. از این پیشتر همش ازل بود، یعنی پیش از وقت. الله تعالی از ازل هست، دائما هست، ابتدا ندارد، انتها ندارد. یعنی الله تعالی پرسیده نمیشد که الله تعالی چون تو اصلا همین آدم آفریدی؟ اگر تو نمی آفریدی اینا جنتی و دوزخی نمیشدن. چون تو آفریدی؟ پرسیده نمیشد الله تعالی. حق اختیاری آفریده شدن نداری. یعنی این گپای فیلسوف ها هست برادر عزیز. فلسفه، علمی کلام در چیزهایی که باید آدم گپ نزند اونا گپ زدن، بنابراین اهلی کلام گفته شدن. فیلسوف میگه که یه آدمی که هیچ یک دنیا گپ میزند آخری گپ با هیچی نه. بنابراین بعضی علما گفتن که العلم بالکلام جهل، علم داشتن آیدی فلسفه جهل است. کسی عالمی فلسفه باشه این دلالت میکنه که جاهل است. گپی من نیست، گپی قاضی ابو یوسف و امام شافعی است. اگر معقول نباشد قطعی ابو یوسف و قطعی امام شافعی جنگ کرد. العلم بالکلام جهل، علم داشتن در علم فلسفه جهل است، نادانی هست. و الجهل به علم، نادانی در این مسئله علم است. کسی که علم فلسفه نداند و علم دار است، داند و جاهل است. گفتن یک دیگر معناش این است که علمی کلام هم خیلی علمی که آدمی ذکی زیرک حاجت ندارد. آدمی ابله و بیفهم نمیفهمد. گرنگ آدم نمیفهمه این فلسفه. این چی گپ است میگه نمیفهمه. آدمی زیرک حاجت ندارد به علمی فلسفه. این فلسفه یونان، منطق یونان در زمان خلیفه مأمون به زبان عربی ترجمه شد. از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه شد. بنابراین بعضی علما گفتن که لعل الله لا یغفر لمأمون، شاید، این کلمه شایدش است، شاید الله تعالی گناهی مأمون نبخشد. خلیفه مسلمان ها بود، کتاب منطق یونان گرفته به زبان عربی ترجمه کرد. یعنی خیلی گپا پیدا شد. من آز بینید آیا ما اختیاری، ولی این سوال به کلمه حیات هم به نامد است، آیا یعنی ما اختیاری آفریده شدن نداشتیم؟ ما بی اختیار به این دنیا آمدیم، از این شکل و ساختی ما که هستیم اینم اختیاری ما نیست، اختیاری الله تعالی است. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. الله تعالی در محکم قرآن میگه که و ربک، پروردگار تو، یخلق، خلق میکند، و یختار، اختیار میکند. الله تعالی می آفرد، پیدا میکند و اختیار میکند. این همین قاش به همین بالای چشم ماندنش، همین ناخن در نوک انگشت ماندنش، این اختیاری الله تعالی هست. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، پروردگار چیزی را خواهد می آفرد و اختیار میکند. ما کان لهم الخیره، اختیار در دست بنده ها نیست. یعنی در این مسئله ها، در مسئله عمل کردن الله تعالی اختیار داد. خواهی عمل کن، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. گفت کسی خواهد مؤمن شود، کسی خواهد کافر شود. اختیار داد. لیکن در آفرینش الله تعالی خودش آفرید، خودش اختیار کرد. آدم از جن بهتر کرد، آدم از حیوان بهتر کرد. ولقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما فرزندان آدم را احترام کردیم. و رفعناهم فی البر و البحر، در خشکی و در بحر بالا برداشتیم. ببینید در زمین بالا برداشت، در بالای چارپا، خچیر، اسب، شتر میشینیم، در بالای ماشین های قیمت میشینیم، در بالای هواپیما میشینیم. ما برداشتیم انسانیت را. و اینچنین در بالای بحر، در بالای کشتی میشینیم. ما در بالا هستیم همیشه. ما انسانیت را برداشتیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، از بسیار مخلوقات هایی که ما آفریدیم آدمیزاد افضل گردانیدیم.
از جمله وابسته به کافر و مسلمان بودنش بعد مرگش زیر خاک کرده میشه تا اینکه از جسدی و دیگرها نبینن یا از بوی بدش دیگرها ایمن مانند. همچون احترام کرامتش کسی نباشد به زمین دفن کردن را مشروع کرد. این از جمله احترام آدم است. خلاصه در همین آیت الله تعالی گفت که الله تعالی می آفرد و اختیار میکند و ما کان لهم الخیره، اختیار در دست بنده ها نیست. الله هر کاری که خواهد میکنه. الله تعالی ما آفرید، در بهترین صورت آفرید، برای ما بعد پیشنهاد کرد، عقل داد، سلامتی داد، گفت که همین کارهای خیر کنید اون برای فایده خودتون است، این کارهای بد کنید اون برای ضررتون است. اگر اینه کردید هم به دوزخ میرید، اینه کردید به جنت میروید. اختیار رو در دست ما داد، قدرت در دست ما داد، عقل و فراموشی فراست داد، پیغمبرهای فرستانید که ما راه و راست تو کجا نشان تیم. با نگویم روز قیامت که الله تعالی میگه که رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. ما پیغمبرهای فرستادیم مبشرین و منذرین، اونها مردم رو بشارت میدادن به جنت، کسایی که کاری خیر کردن. منذرین، از آتش دوزخ میترسانیدن اونایی که گناه میکنن و نافرمانی به الله میکنن، دشمنی به الله میکنن، اونها میترسانیدن. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا اینکه برای مردم روز قیامت حجت نشود. نگویند که الله تو به ما پیغمبر نفرستانیدی، تو نگفتی که کدام راهی راست و راهی کنج است، برای چی امروز ما یکم به دوزخ میپرتوی؟ گفته نمیتواند هیچ کس حجت نشوند. گفته من رسولهای و پیغمبرها فرستانیدم، بعد آنها پیروان آنها علمای طالب علم همون راه طی کردند، به عذابها جانشون ماندن، زندان شدن، به بلاها گرفتار شدن، کشته شدن، تا اینکه حق بیان کنن، تا اینکه یگان آدمیزاد گفته نتواند روز قیامت که الله تو برای ما راه راست و راه حق بیان نکردی، امروز با برای چی من دوزخ میپرتویی؟ گفته نتواند. حجت برای همه قایم. یگان کافر نیست که در دنیا به او نصیحت رسیده نرفته باشد، شریعت رفته نرسیده باشه. بنابراین یگان کس به سبب جهلش معذور نمیشه. ندانسته کردم همین قانونهای دنیوی هم، ندانستنی قانونهای وضعی دنیوی در تمام کشورها، ندانستنی قانون از جوابگری آزاد نمی کند. من ندانستیم که دزدی گناه بوده است در این کشور. گوید همین ندانستنش همین از جوابگری آزاد نمی کند. و این قاعده از شریعت گرفتن. شریعت هم همین خیلی است. باید داند. برای چی میداند که به آتش اگر در آید میسوزد؟ برای چی اگر سیم لوچ را اگر قپت قوی برق را میزند؟ اینه میداند. برای چی از بالا کوه افتاد هلاک میشد؟ برای چی به بحر اگر پرت در بینش غرق میشد؟ اینه میداند. همین گونه این چیزا هم باید داند. یعنی الله تعالی عقل آفرید، به علم امر کرد. خلاصه این دویمین مقدمه است. یکمین مقدمه این است که دانید که الله تعالی ظلم نمیکنه، ناحق یک آدم به دوزخ نمیپرتاید، عذاب هم نمیده. دوم، دانید که الله تعالی مقدمه دو این است که الله تعالی پرسیده نمیشه. برای چی این کارو کردی؟ برای چی اون کارو کردی؟ گفته پرسیده نمیشه. الله تعالی حق دارد، او خالق است، او اختیار در دست او هست، اختیار در دست ما نیست. امید میکنم که همین قدر فهمیدید. در کتاب ابن ابی العز حنفی در شرح عقیده طحاوی سخن از بعضی بزرگان نقل کردن که بعضی علما میگفتن که نظرت فی القدر فتحیرت ثم نظرت فتحیرت فوجدت اعلم الناس اکفهم عنه ووجدت انطق الناس ووجدت اجهل الناس انطقهم به. من به تقدیر نظر کردم و حیران شدم، باز به تقدیر نظر کردم و باز حیران شدم. سپس به خلاصه رسیدم که عالم ترین مردم در مسئله تقدیر آنهایی که کم گپ میزنن. کم گپ میزنن نه به معنای احکام تقدیر به مردم بیان میکنن از اهل علم، نه، یعنی مسئله تقدیر به سوال و جواب زیاد و چقر روی نمیکنن.
ما به الله تعالی ایمان آوردیم، به تقدیر نیکی بدی. هر چیزی که الله تعالی خواست میشود و به بندگانش ظلم نمیکنه. اختیار را در دست بندگانش داده است، راهی راست به آنها نشان داده است، عقل داده است، پیغمبران فرستانده است. دیگه ماندگیش در یعنی خود اختیاری بنده است. بنده میتونه عملهای صالح کنه و به جنت برد، میتونه عملهای بد کنه به دوزخ رود. یعنی گپی کم میگویی در مسئله تقدیر. و یافتم که عالم ترین مردم در مسئله تقدیر، خودداری کننده ترین آنها و اجهل الناس یا جاهل ترین مردم در مسئله تقدیر، اکفهم عنه، آن آدمایی که خودشون رو باز میدارن، انطقهم به. جاهل ترین آدم درباره تقدیر آنه که بسیار گپ میزند، عالم ترین آدم درباره تقدیر آن آدمی که کم گپ میزند. یعنی کم گپ میزند به معنای سوال و جوابای چقور نمیرن. بنابراین و تعمق، چقور رفتن در مسئله تقدیر آدم به هلاکت میرساند. یعنی همین مقدمه های اگر دانید، انسان سلامت میماند از فکرهای بد. الله تعالی اعلم.